دوستان عزیز وقتتون بخیر. دو نمونه از کارهای حرفه‌ای، کارهای درجه یک که پایینی بوبین مشکی هستش، تنه کف تراشی 7.9 خورده و فیوز پلاتینش رودز اصلیه و تنه بالایی استاندارد 10-11 یه کار درجه یک بوبین سفید و فیوز پلاتین رودز اصلی. اگر با تنه پایینی که کف تراش 7.9 سبک کار 7.9 در میاد، با خود صفحه های 7.9 ببندی یه کار شیک و عالی در میاد. این به این معنا نیست که نشه با صفحه 10-11 بس یا خود تنه 10-11 رو با صفحه 7.9 بس. هر دوتا کارم میشه کرد. حالا دوستان اسمای مختلف گذاشتن، کار ترکیبی، ولی من خودم شخصا مبنای قاعده فابریک رو بیشتر میپسندم، یعنی تنه 7.9 رو با صفحه های 7.9 و تنه های 10-11 رو با صفحه های 10-11 صدای زیباتر و استاندارد خودش رو رعایت میکنیم. انشالله که موفق باشید.